سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. محمد هستم از کانال فن فکت. امروز میخواستم براتون ماجرای نبش قبر حضرت یوسف را تعریف کنم. لطفا برای حمایت از کانال ما حتما کانال رو سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. بریم سراغ داستان. چون حضرت یوسف علیه السلام از دنیا رفت، مردم مصر جنازش را درون تابوتی از سنگ مرمر نهادند و قبرش را در رود نیل دفن کردند تا آبی که از روی آن می‌گذرد برکتش به همه شهرها برسد. تا اینکه خشکسالی قوم بنی اسرائیل را برگرفت و باران نیامد. خداوند به موسی علیه السلام دستور داد که جنازه یوسف را بیرون بیاورد تا خشکسالی از میان برود. حضرت موسی از مردم پرسید چه کسی از محل دفن حضرت یوسف با خبر است؟ آنها گفتند پیرزنی فرتوت و نابینا آن را می‌داند. پیرزن آمد و موسی به او گفت آیا قبر یوسف را می‌شناسی؟ پیرزن گفت می‌دانم، ولی اطلاعی نمی‌دهم مگر 4 حاجتم را برآورده کنی. اول پاهایم را درست کنی، دوم آن که مرا از پیری رها کنی و جوان سازی، سوم مرا بینا کنی و چهارم آن که مرا با خود به بهشت ببری. وحی نازل شد و موسی با اراده خداوند حاجتهایش را برآورده کرد. آنجا بود که پیرزن قبر حضرت یوسف را نشان داد. موسی جنازه حضرت را از درون تابوتی از سنگ مرمر بیرون آورد و در سرزمین کنعان که همان فلسطین امروزی است دفن کرد. آن زمان بود که خشکسالی از میان رفت و باران بر قوم بنی اسرائیل نازل شد. اگر خوشتون اومده حتما کانال منو سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.